توضیح بدم خودم، اشکال نداره؟ نه بفرمایید. حقیقتش این که خب من محمد اهل عراقه، بعد ما الان هلوش 7 ساله با هم رابطه داریم. تو این 7 سال خب رابطه‌مون خوب بوده، من همه جوره پاش وایسادم، پای همه چیش وایسادم. یه خورده سطح خانواده، سطح مالیشون پایین‌تر بوده، براش همه کار کردم. یه گل فروشی براش گرفتم و گذاشتمش که خب کار کنه اونجا. الان دلم میخواد یه خورده دلم قرص‌تر بشه نسبت به این رابطه‌ای که خب توش هستیم. میخوام ببینم که اگر که واقعا همون جوری که فکر میکنم بهم پایبند هست و همون جوری که فکر میکنم دوستم داره و همون اندازه که من دوستش دارم دوستم داره، گل فروشی رو به نامش بکنم و دیگه این رابطه رو خود قوی ترش کنم. خیلی هم عالی و حرفی نمونه. میریم تست میگیریم ببینیم چه اتفاقی میفته. در ضمن قوی بچه‌ها نامزد کردم با زینب خانم عشق من. میدین چرا اینو گفتم؟ چون زینب گفته بود که هر جوری شده نام ببر که سینگل نیستی دیگه، متأهلی و اینا و اینا. اجازه نمیدم تست خیانت بسازی. منم مجبور شدم که بیام اعلام بکنم. خیلی هم وفادارم، خیلی. یه تست از خودتون بگیرید. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. مرسی. سلام. خسته نباشین. چقدر تنوع گلاتون زیاده. مثلا آدم میاد داخل چون هوا گرمه یکم. خب ببینیم من 1000 تا گل رز میخوام. 1000 تا برای چه مراسمی؟ فکر کنیم میخوام بریزم تو جوب، حالا هر مراسمی. من 1000 تا گل رز میخوام. بله. و اینکه میخوام ببینم تزیینش چطوری در میاد، عکس بهم نشون بدین ببینم چطوری. بعد تک شاخه میخواید 1000 تا را یا بله. که میخواید دست گل باشه. عرض کنم به خدمت شما بستگی به رنگی که داره، همه‌شو میخواید یه دست باشه، یه رنگ باشه، یا اینکه میخواید رنگای مختلف باشه، یعنی مثلا یه رنگ همشون قرمز، همش یه دست بله. قرمز. برای کی میخواید؟ برای 5 روزه دیگه. 5 روزه بله. دیگه. خب دیگه نیاز به عکس نداره دیگه. شما تک شاخه میخواید دیگه، میخواید تک شاخه، میدونم میخواید فانتزی تزیین بشه یا اینکه میخواید مثلا کنفسیج بشه. یک کنفسیج خیلی ساده. میخواید یه نمونه براتون درست کنم ببینید، اگه با میلتون هست همونجوری درست کنم. آره اگر میشه که. این روزک، این بلان روزک. قیمت این سبد گلتون چنده؟ بستگی داره. این الان همین کوچیک ها فانتزی ها داره از 5 تومن شروع میشه به بالا. یه گل هدیه به من نمیدین؟ هدیه به چه مناسبتی؟ به مناسبت همینجوری دیگه. نه خب اگر 1000 تا گل ببرید خب بستگی داره. 1000 تا گل ببرید نه همینجوری خب الان یه دونه هدیه بهم بدین، خیلی خوشگلن گلاتون. خب اگر اونجوری بخوام همه هدیه بدیم که کلا اصلا گل فروشی باید بکنم این صلواتی دیگه. بلکه میرسه یه شاخه گل بهش بدیم. اگر 1000 تا گل ببرید یه هدیه من براتون کنار میذارم، مثلا بگید از این سعادت یه هدیه خوشگل براتون میذارم. ولی خب اینجوری فکر نمی کنم راه داشته باشه. راه نداره نه؟ نه آخه بستگی داره برای چی دار. واسه من مثلا یه گل تقدیم به من. نه خب کسی هر کی گل رو مثلا به عشقش تقدیم میکنه دیگه. بله دیگه انشالله فکر کنین من عشقتونم. حقیقتش رو بگم من یه عشقی دارم که یعنی خوشگل ترین دخترم که تو خیابون ببینم برام مهم نیست. ماشاءالله براتون که اینقدر وفادارین. مرسی. هیچ راداری نداره نه؟ نه ایشالله که شما هم یه کسی پیدا کنید، یه عشقی پیدا کنید که در خورش خودتون باشه، هم از همه لحاظ، از لحاظ اخلاق، رفتار، نمیدونم تیپ و تال، همه چیز باب سلیقتون باشه. ولی واقعیتش رو بگم من عشق دارم که دوستش دارم، حاضرم نیستم با هیچی عوضش کنم. ماشاءالله براتون. بابا دست مریضات، من باید دست بزنم براتون آقا محمد. یه لحظه اجازه بدین.
معصوم خانم بفرمایید. سلام. سلام خانم، خوش اومدید. سلام، خوبی؟ سلامتی، خوش می‌گذره؟ آخه نشد زنده باشید. برای چی؟ خیلی دوست دوست مرسی، ممنون. منم دست همچنین. مریزاد. منم همچنین. دوستتونه؟ بله. خب چه فکری دیاکو کردی؟ دیدین؟ چه فکری کردی این کارو کردی؟ خیلی ممنونم. من اصلا خودم موندم اصلا ای بابا. اصلا یه خودم تستایی موندم. ما در روز میگیریم، یه خیانتایی میشه که اصلا واقعا الان به شما باید بگیم دست بریزاد. مرسی لطف دارید. نه خب هیچ چیز عشق یه چیز مقدسه، هیچ چیز جای الان عشق انقدر نمیگه. جوگیرم، من میخوام خونه آقا من بزنم به نامه. فدات شم اصلا شما کل گل فروشی جنب بعد فدای شما. نه عزیزم، دست عشق شما مقدسه برای خواهش. چه گریه میکنی بابا؟ وای خدا من چقدر خوشحالم. انشالله همه گریه ها مثل گریه های شما گریه شوق و عشق و علاقه باشه. مرسی، سلامت باشی. یه شاخه روز بهت بدم. یه شاخه روز. دوست داری تدوینش کنم بهت بدم یا همینجوری هم قبولش دارم. تقدیم باش، تقدیم باش. ممنون. خب من پای قولم که گفتم هستم دیگه. خب پای قولتون هستید، گفتید بهش که بگم. مغازه رو بگیدش. اتفاقاتی افتاده که من خبر ندارم. من قراره که مغازه رو به نامت کنم. مرسی بدون این کارم میتونستی مغازه رو یادی به این کارا نبود. مثلا مطمئن شما ازت که شدم دست مغازه رو درد بعد نکنه. این چند سال مطمئن نشدی هنوز؟ چرا خب دیگه این نظر خودته یا نظر باباته داداشته؟ نظر همه نظر همه. مرسی مبارکت باشه. مرسی. من سعی میکنم که امانتدار خوبی باشم و تا آخر عمر نظرم که هیچ مشکلی نداره. کی کجا کدوم دفترخونه؟ همه رو میخوام به تصویر بکشم. والا من این دور بعد دفترخونه زیاد تو کار سند اینجا نبودم، نمیدونم دفترخونه هر کجا. میخواد بگیره. تو حالا هماهنگ میکنیم الان نمیشه. سهم من چی میشه این وسط؟ از شما نمیگیرم، از شما میگیرم. آره دیگه. سهم من و همکارم. همکارتون؟ آره گلمول نمیخوام. همکارتون بستگی داره. اگه عشقتون باشه یه گل خیلی قشنگ. کی همکارتون عشق. همکارم ایشونه. نه من عشق دارم، مثلا خودشونم عشق چی دارم. دوست داری؟ داستان پیچ تو پیچ شد. آره کلا پیچی. همین الان پیش خودمون یه عشق داریم، ایشون هم بابا من همین چند دقیقه پیش پیشوای شما اعلام کردم که حلقه دارم فلان اینا داستان نشد. خودت چی دوست داری؟ من آره چی دوست داری؟ 3 دنگ مغازه رو. 3 دنگ مغازه. 3 دنگم که به همکار خانم. شما هم دیگه هیچی دیگه، عشق پاک و بغل بگیر دیگه. تشریف بیارید عروسی. از الان غذا نخورم. خیلی لاغر میشین. فکر کنم خیلی طولانی. نه ولی خب بالاخره تا بخواید یه خورده کاراش انجام بدید. بگه مغازه رو بگه هر کاری بگه من همکارم. حالا گل بهشون بدین دیگه. خوشا به حالتون، خیلی بهتون تبریک میگم، خیلی خوشحالم. بغضم نمیاد، دوست دارم بیاد ولی نمیاد، نمیدونم چرا. بله این چیز قابلداری نیست. خب حداقل این که همین که با خانوم خیلی باشه. بفهم اینجا این دوربین رو نگاه کنید یه دقیقه. برگرد دوربین رو نگاه کن. حالا تو نمیبینیش ولی فکر کن داری میبینیش. و داخل دوربین نگاه. همچین صحنه‌ای رو برای خیلی از کسایی که میان تست خیانت میگیرن آرزو